خیلی از ما دوران بچگی یا نوجوانیمون رو با بازی خاطر انگیز پلی استیشن 1 گذروندیم و اگه خاطرتون باشه یکی اون بازی برای اکثریت ما بدون شک بازی تویستد متال یا همون ماشین جنگیه. ساخت اولین بازی این فرانچایز به سال 1995 برمیگرده و تو دهه‌های اخیر به خصوص دهه 2000 نسخه‌های مختلفی ازش در دسترس کاربران قرار گرفت. اما چیزی که همیشه مشهود بود جای خالی این مجموعه داخل مدیوم هایی مثل سینما و تلویزیون بود و خب چیزی حدود 25 سال طول کشید تا که در نهایت شرکت های سونی و سرویس استریم پیکاک از ساخت سریال اقتباسی این مجموعه خبر بدن. بعد از گذشت تقریبا 2 سال از شروع پروسه تولید، سریال در اواخر جولای امسال در دسترس طرفداران قرار گرفت و میزان بازخورد و استقبالی که ازش به عمل اومد خیلی بیشتر از اون چیزی بود که شاید حتی خود سازنده ها انتظار داشتن. سریال تویستد متال روایتگر زندگی و ماجراجویی یک پیک حرفه‌ای یا اصطلاحاً شیرفروش به اسم جان دوه. آنتونی مکی ستاره فرانچایز سینمایی مارول یا اصطلاحاً MCU ایفاگر این نقش بوده. پروتاگونیست داستان زندگی خیلی ساده‌ای داره و کل فعالیت‌های روزمره‌شو میشه توی رانندگی، مبارزه با راهزن‌ها و تحویل دادن بار از یه شهر به شهر دیگه خلاصه کرد. جان هیچ اطلاعی از گذشته‌اش نداره و بنا به دلایل نامشخصی بخش اعظمی حافظه‌شو از دست داده. همه چیز واسه جان طبق همون روال ساده‌ای که گفتم پیش میره و هیچ گونه اتفاق خاصی هم قرار نیست توی زندگیش رخ بده. اما یک روز یه مأموریت ویژه‌ای دریافت میکنه و بهش گفته میشه اگه این مأموریت رو با موفقیت پشت سر بذاره میتونه توی یکی از آرمان شهرهای بشری زندگی کنه. داخل این دسته آرمان شهرها زندگی برخلاف جهان بیرون جریان داره و همه چیز روی نظم و اصول خاصی پیش میره، یه چیزی شبیه به زندگی مدرن این روزها. ولی خب مشخصه دیگه هیچی قرار نی به همین سادگی و خوبی پیش بره و جان باید با دشمنان و مشکلات مختلفی مواجه بشه. البته فراز نشیبی که تو مسیر جدید زندگی جان قرار داره صرفاً شامل حال دشمنانش نمیشه و جانی وسط با دوستان و متحدین مختلفی همراه میشه. یکی دیگه از شخصیت‌های مهم سریال کوایت با بازی استفانی بیاتریس نام داره و به تدریج روابط احساسی مختلفی بین اون و جان شکل میگیره. رابطه شکل گرفته بین این دو شخصیت اونقدر عمیق میشه و عمق پیدا میکنه که جان مجبور میشه از بعضی خواسته ها و تمایلات درونیش بزنه و گاهن تصمیماتی رو اتخاذ کنه که هیچ موقع توی زندگیش فکرش هم نمی‌کرده. دیگه بیشتر از این راجع به داستان و اتفاقات فیلم یا شخصیتاش چیزی نمیگم که یه وقت واسهتون اسپویل نشه. اما این وسط نقطه قوت اصلی سریال چیه؟ چه چیزی باعث شده مخاطبا تا این حد ازش استقبال کنن و از تماشاش لذت ببرن؟ همونطور که از تریلرها و نمایش‌های اولیه سریال مشخص بود، سیر کلی اتفاقات سریال تویستد متال و مکالماتی که قراره بین شخصیت‌های مختلف شکل بگیره تحت هیچ شرایطی جدی نیست. حتی صحنه‌های اکشن سریال هم داره پس‌زمینه کمدی و طنز هستن. این موضوع به خودی خود باعث میشه مخاطب از تماشای اتفاقات مختلف خسته نشه و لحن و یا اتمسفر کلی سریال تحت شرایطی تاریک و تیره نباشه. طبق نظرات منتشر شده توسط کاربران تو شبکه‌های اجتماعی همین موضوع دلیل اصلی موفقیت سریال بوده و با توجه به نوع پایان‌بندی اتفاقات تو فصل اول از همین الان منتظر فصل دومشن. امتیاز سریال روی وبسایت IMDb 7.4 و جزو 5 سریال موفق تاریخ سرویس استریم پیکاک به شمار میره. بنابراین اگه جزو گیمرهای قدیمی هستین یا صرفاً دنبال یه اثر مفرح کردین که برای چندین ساعت سرگرم نگهتون داره، پیشنهاد میکنم تجربه این سریال رو از دست ندین.